تو که راضی هستی؟ آره؟ آره بابا، این چه حرفیه؟ همین که توی تعمیرگاه دست تنها نیستم، همین که باعث شدم یه جوون بدبخت بیچاره بره سر کار. برزو بدبخت نیست. من دوست دارم از بیکاری در بیاد. منم که من گفتم اون این حرفو. دشمنش بدبخته. حالا منظورم اینه که چه میدونم سر کار میره، خوبه. حالا اصلا دوست داره بیاد سر کار من؟ آره بهش گفتم دلش میخواد یه مدتی کار تو رو تجربه کنه. خوبه. فقط بهش بگو که دیرم شد. بهش بگو که 2 ماه اول حقوقشو کامل نمیدم. چی؟ یه مقداری بهش بیشتر میدم. جوونه دیگه بابا، یه موقع بخواد برای خودش چیزی بخره، پس اندازی. از دست من هرچی برمیاد نوکر برادر خانومم. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ من برم سارا، این پسره الان میاد، از اون قرقروام هست، دیفرنسیالشو 20 بار تا حالا باز کردم. این قضیه حقوق و اینا رو تو بهش نگو، من خودم بهش میگم. فکر نکن دلمون میخواد به حالش بسوزه و اینا، زشته. بهروز جان یه خورده یواشتر بابا، خوابم پرید. خب دیگه خودت بهش بگو دیگه، فرق نمیکنه. من رفتم سارا. ببین فقط بهش بگو از فردا صبح زود باید بلند شه بیاد سر کارا. سر کار خونه خالش نیست، هر موقع خواست از خواب بیدار بشه، هر موقع خواست بیاد، هر موقع خواست بره. باشه زود میام. شنیدم حرفتو. باشه. نوکرتم آقا برزو. این میشینه پشت در اتاق حرف ما رو گوش میده. این آداب و معاشرت که دیگه. برم صحبت میکنم دستی رو بندازی. احبا سلام. حال شما چطور؟ احوال شما مخلصیم. خیلی آقای مهندس. مخلصم کوچیکتم. با اجازه. خواهش میکنم. با اجازه. بابا شارجو میدم به. نه بابا شارج سیاله هر وقت داشتی میدی، نداشتی هم بالاخره میدی دیگه. آقا بهروز یه امر خصوصی با تو داشتم. من کار دارم. اگه دیرت نمیشه. نه دیرم میشه، برم بعدم. خب اب نداره، یه دقیقه صبر کن. ببین آقا بهروز، اگه تو یه کاری برای من کردی من تا آخر عمر مدیونتم. من نوکرتم. گوش کن ببین، این فولاد پسرم راستشو بخوایی تازه از خدمت اومده. بله میدونم. دیگه از اون شر شور جوونی هم افتاده. خب دیگه افتاده سر شور زندگی. خب پسر خوبی هم هستش. بله. من ازت یه خواهشی دارم، یه آقایی بکن این رو ببر سر کار، ببر پیش خودت، بذار یه چیزی مهندسی چیزی یاد بگیری که فردا به دردش. خب کار ما که مهندسی نیست، من مکانیکم. حالا هرچی اون چه بهتر. بعدش هم ببین الانم اون پشت وایسادی میخواد ببینه نتیجهش چی میشه. یه آقایی بکن. بله آخه این پسر یه خورده شر و آخه نگو دیگه به من، اذیت نکن چونو بریز. بعد چیزی چفرم من مخلصتم آقای مصطفی. فقط این فولاد از شر و شور همش من دیدم اینجای بین این بچه ها بازی میکنه، شلوغ میکنه. تو دیگه اصلا توپشو پاره کرده، خودش پاره کرده، تازه خودش به من پیشنهاد داده. بالاخره هر گلی زدی به اون سر خودت زدی. باشه آقا. آخه من قولشو به کسی دیگه دادم. آقا جان اونش با من باهاش صحبت میکنم، میگم آقا بهروز پشیمون شده، کارگر نمیخواد. خب اونش با من دیگه. نمیتونم دروغ بگم. آقا جان من با خودش صحبت میکنم. بعدش هم آقا بهروز اگه میخواد یه جوون جوجه فکلی رو ببری سر کار، فردا نمیدونی که چی از آب میخواد در بیاد. پولاد بهتری که به جاش. بله. حالا مطمئنین دیگه از اون شر و شور جوونیش افتاده؟ آره جون تو. پس فردا تو تعمیرگاه درست کار میکنه؟ من ضامنشم. خب آقا بهروز. بله. فقط من آخه نمیتونم، به کسی قول دادم که نمیشه. جون آقا مصطفی دروغ نمیگن. حالا تو ببینم قول دادی کیه؟ اون شازده کی هست که اینقدر میگه قول دادی؟ برزو برادر خانومم. آره با اجازه. هیچی برد. با اجازه. ببخشید.
ای عجب بابا عجب. آخه عزیز من 2 ساعته دارم تعریفتو میکنم، میگم سرش افتاده تو زندگی دیگه بچه نیست، بعد تو اون موقع داری فوتبال بازی میکنی جلو چشش. بابا آخه این ارجنگه حرف حساب حالیش نیست که، میگه تو نمیتونی 20 روپایی بزنی، زور نداره برای آدم، شاکی میشه دیگه آدم. خاک اون سرت نزن بابا. شهر حالیت نیست، حالا موقعش بود که بهش ثابت کنی. آخه بابا حرف حساب میگم حالیش نیست، سنش هم پایین‌تره دیگه، میگه تو 20 روپایی نمیتونی بزنی، منم 32 تا زنم روش کم شد به جون بابا. بابا تو خیلی گیجی، خیلی گیجی. من چی میگم تو چی میگی؟ بابا نزن دیگه خب. تو چی آره، میگی؟ منو بردی. بابا زشت آخه یکی میبینه. خب بزن بزن. خب میگم نزن دیگه. بزن. آقا خشایار کشی منو. آقا خشایار از دست تو. ای بابا شما که همش بچه رو داری میزنی که این دیگه بچه نیست که بزرگ شده فولاد. فقط دکتر هیکلش گنده شده، تو اون کلش هیچ چی نیست فقط دکتر. بلده بزنه دکتر. بابا آخه تو همسن اون بچه‌ای که داری بازی میکنی. خیلی خوب شما یه دقیقه کنار واستا. به نظر من عرضم حضورتون که در این موارد دکتر شما نمیخواد حرف بزنی، همش تقصیر اون ارجنگ شماست. بگو اگه یک بار دیگه دکتر این بچه تو رو ببینم دور و بر این بچه من میچرخه قلم پاشو میچرخم، هیچ که از امان نیست از دستش. صبر کن ببینم آقا شما اصلا حرف حساب چیه؟ چی میگی؟ چیه داداش؟ چیه؟ بابامه میخواد منو بزنه. حرف حساب شما چیه؟ من میگم از لحاظ تربیتی درست نیست، غلطه. آقا جون غلطی که غلطه، بابامه دلش میخواد هر غلطی دلش میخواد بکنه. خاک اون سرت با اون حرف بابا زدن. نزن آخه بابا. برای چی من ضایع میکنی بابا؟ من رفتم. دکتر اگه یه بار دیگه اون بچه تو ببینم دور بر. به هر حال باور کنید آقای مصطفی، من واقعا یک وردست بیشتر احتیاج ندارم. مغازم هم اونقدری درآمد نداره که بخوام به 2 نفر حقوق بدم. رو راست؟ بله شما برای باید در بیارین تا بدیم به مردم. من که با شما تعارف که ندارم آقای مصطفی. مغازه باید در بیاره که من بتونم به 2 تا وردست حقوق بدم. رو همین حساب من یه فکری کردم که این فکر منطقی هم هست. من یه آزمونی میذارم، یک سری تستایی رو طراحی میکنم و این 2 نفر توی این آزمون شرکت میکنن. هر کی امتیاز بیشتری گرفت اون میتونه توی مغازه کار کنه. البته یک تعدادی از این آزمایش ها توی همینجا انجام میشه، یعنی لازم نیست بریم تعمیرگاه. یه سری آزمایش ها در حین کار، من ببینم که کدومتون با کار بیشتر مچین، کدومتون عجین میشیم، میگم کدومتون بیشتر کارو گرفتین، اون موقع اون میتونه بمونه. به هر حال آقای مصطفی من یه مدت دیگه حدود 15 سال این شغلمه، من اوستای این کار هستم. اگر موافق باشین با این آزمونه دیگه شروع کنیم. موافقین؟ من معمولا وقتی که با صحبت منطقی و متین روبرو میشم سکوت میکنم. منم قبول آقا بهروز. اول مرامی. چی؟ اول مرامی آقا بهروز. این مدل حرف زدن رو سر کار نداریم ما. چون چیه؟ چون اگه با مردم اینجوری حرف بزنیم سیته. چی؟ سیته. سیته. بله. الان برزو یه پله بالاتر از شماست. فولاد قضیه رو گرفته آقا بهروز. خب اینجوری نباید حرف بزنن. اصلا نگرانش نباشین. چشم. بله آقا بهروز، ما خاک زیر پاتیم. به گفتم اینجوری حرف زدن رو نداریم دیگه. بچه اصلا یه ذره آروم بشین، اصلا حرف نزن تو. من معذرت میخوام جلو شما صدامو بردم بالا. شما بزرگ مایدا. خب ببینید آقای مصطفی، من پس فردا توی تعمیرگاه میخوام اوستاکارش بشم. بله. جلوی یه مشتری با من اینجوری حرف بزنه، اون مشتری اون وقت ببخشید من باز یه پرانتز میخوای باز کن. من خواستم عرض کنم خدمتتون که اگر ما به عنوان شاگرد شما و دست شما بعد صحبت کنیم با مشتری، طبیعتا میگن اوستاشون با اینا اینجوری صحبت کرده، اینقدر زشت صحبت کرده که اینا انعکاس دارن میدن. خیلی خوب، اینا رو من میدونم. چایتون سرد نشه. بفرمایید. چایتو بخور برزو عزیزم. چایتو بخور عزیزم. دیگه پولا جان چای. میگم خودم دیگه. آقا آزمایش اول 1 ساعت دیگه تو حیاط. همه موافقین؟ بله. آمادگیشو دارین؟ خب
بله. 1 ساعت دیگه تو حیاط. دست شما دردن کنه آقا. خواهش میکنم. دوستان، همسایگان محترم، ما امشب در این حیاط جمع شدیم که شاهد رقابت مردانه بین 2 تا از جوانهای این ساختمون باشیم. این رقابت برای چیه؟ اونهایی که نمیدونن بدونن. این رقابت برای اینه که 2 تا جوان هدفشون هدف مثبتیه. اینها میخوان کار کنن، ولی چون توی تعمیرگاه من فقط جای برای 1 نفر هست، ما مسابقه گذاشتیم. هر کی تو مسابقه اول بشه، البته هم مسابقه هوش داریم هم مسابقه جسمانی، هر کی اول بشه اون میتونه توی تعمیرگاه من وردست من باشه. اون 2 جوان اینها هستن. یک تشویق اول داشته باشیم. من آرزوی موفقیت میکنم برای هر 2 جوان، هم فولاد مصطفی و هم فامیلمون برزو زیغمی. البته فامیل بودن ایشون توی این مسابقه هیچ تأثیری نداره، بلکه من مساوی گرفتم. هر 2 نفر رو به یک چشم دارم نگاه میکنم. خب ببینید 2 شرکت کننده توجه داشته باشین. یک بار من معرفی. ببخشید من یه سوال داشتم، میشه بپرسم که این ورزیدگی چه ربطی به این شغل داره؟ بله بله بله، اجازه بدید. شما 2 تا توجه کنید که یکی از شروط کار ما ورزیدگی جسمانیه. صحیح. و این که 2 نفری که توی این کار میان، کسی که توی این کار میاد باید آمادگی کامل جسمانی داشته باشه و برای اینکه بتونه 3 سوته چرخ ماشین رو واس کنه و 3 سوته چرخ ماشین رو ببنده. شاید هم زودتر است. بله. و کسی که هیکل ورزیده‌ای نداشته باشه اصلا باید دور این کار خط بکشه. مادر جون، پس تو چی جوری رفتی تو این کار؟ چی گفت؟ خب شما یه امتیاز ازتون کسب میشه. برای چی؟ پسر حواستو جمع کن. این مفتی داری امتیاز از دست. شما داری به داور توهین میکنی دیگه. خب آخه بحث نکن. میخوای 2 امتیاز کم کنم. خب الان من یه امتیاز جلو هم؟ نه خیر، یه امتیاز از ایشون کم شده. بله. خب آماده هستید؟ آقای مصطفی بپرون چارپایه تو بردار بیار. چشم. میزم بیارم. نه دیگه چارپایه. آقا نمیشه یه مقدار بحث نکنید. بفرمایید. مزاحم داور نشید. بفرمایید. خب مسابقه اول مچ انداختنه. صحیح. من خواهش میکنم که دوستان فقط اجازه بدن که 2 ورزشکار محترم تمرکز خودشون رو داشته باشن. خب آماده هستی؟ بله. چه نرمشی؟ مال شناست. اصلا خب آقا بروز فقط مچ باید شما دخالت نکن. بشینید. همینطور که میبینید این میزها مخصوص مچ انداختنه. آماده؟ خب مچا سفت. این برای چی؟ اگه میشه این برای چی؟ این برای. خب آماده؟ مچو داری میشکنی. داور اینجا هست. ببخشید. عذر میخوام. دستمو ول کن. دستمو محکم گرفته میخوام صحبت کنم. شما قبل از اینکه ما شروع بکنیم همین الان گفتید که یه امتیاز از ایشون کسب میشه، منتها یادتون رفت منظور کنید. بله خیلی متشکرم که یادآوری کردید. نیم امتیاز به شما اضافه میشه. تذکر بود. نه خیر گفتن کم میشه. نه خیر امتیاز باید کم شه آقای مصطفی. خب لوازم اضافتون رو بدیم به دکتر. شما لوازم اضافه نداری؟ من دارم. خب چون نشکن. نشکستم. آماده هستید؟ صحبت نکنید. چی شکستم؟ بحث آقا نکنید. بروزه میگه نشکن. من اینجا داورم. خب چی میگه؟ مراقب باشید که زمان رو از دست ندید. آماده هستید؟ ببخشید آقا بهروز، جانم. این مسابقه گمانم فقط به زور موچ و بازو اینجور چیزا بستگی داشته باشه. زمان چرا شما نگه میداری؟ همینجوری برای کلاس کار دکتر. خب آماده؟ 3 2 1 آفرین فولاد. آفرین برزو. برزو آفرین. فولاد آفرین. 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 خیلی خوب. خیلی خوب. آقا چی شکسته بود؟ خب اجازه بدید من برنده رو خدمتتون اعلام کنم. در بخش اول که زور آزمایی بود، خواهش دستتون رو بدیم به من. شما دستتون رو بدیم به من باید ببرم بالا. همه دیدن ایشون بود. برزو زیغمی. آفرین. تشویق کنید. آفرین. خب آفرین. آقا ما چی شکسته؟ امتحان بعدی خیلی زورشون زیاد بود. انگار دیگه یه تموم کاری شد. کرد. دیگه تموم شد. بگیر دیگه تموم شد. یه بار دیگه مچ بزنید. نه خیر خواهش. امتحان بعدی امتحان هوش در منزل من. بله.
من میرم، آمادگی پیدا کنید و تشریف بیارید. خیلی متشکرم از همراهی همسایه‌ان محترم. مواد نیروزا مراحل بالاتر مراحل بالاتر ببینید مواد نیروزا مصرف کردی آره 10 تا اینو میزنم زمین. خیلی خوب بریم شبتون بخیر. هیچ کی مشاهده تا الان نتونسته بخوونه. چه جور ورزشکاری هستی؟ ای بهت میگم فولاد شیره. حالا دعوا نکنید پیرم بعد برنده میشید یاده حمالی هم نمیخوری. برو گم شو. نداره بابا برو جلوی چشم وانسته. برو گم شو گفتم. دکتر فولاد تو هوشم کم میاره. آخه بچانسی هم اینجوریه که خورده به پوست برزو که خیلی باغرشه. اصلا این تفلک فولاد کم شانسه. میگم که آقای مصطفی این فولاد که مرتب داره ورزش میکنه چطور نتونست مچ برزو رو بخوابونه؟ دکتر از من نشنیده بگیر. برزو مواد نیروزا مصرف میکنه. آره جان من. جون تو مگه نمیگه صبح شیر میخورم؟ خب معلوم نیست تو اون شیر چی میریزه که اینجوری قدرتش چند برابر میشه. از اون برم بهروز هواشو داره. آره بابا من بردم قبول شدم. همه سوالا رو جواب دادم. سوالای سخت همه رو جواب دادم. یه سوالم تازه خودم طرح کردم. آقا بهروز گفتش دیگه حق با توه دیگه. برنده ای. پسر برم من. بابا تازه فردا فکر میکنم بعد بریم که دیگه مرحله بعدی تو خود تعمیرگاهست. اونجا دیگه تست میگیره، تست اصلیه خیلی سخت داره. تبریک میگم. قاچه پسر. آقای دکتر ببخشید خیلی سخت بود سوالاش اصلا قربونت برم. کار بزرگی انجام دادی اولین آزمایش عملی رو شما توی تعمیرگاه امروز پشت سر میذارید. امیدوارم که موفق باشید. ببینید خوب دقت داشته باشین. من اجزای موتور ماشین رو اسمشون رو به شما میگم. تمرکز کامل، فکرتون اینجا باشه. فهمیدی فولاد؟ بله. فکرت اینجا، برزو فکرت اینجا. چشم. بله. خب ببینید اونی که میبینید چند تا در داره. بله باتری ماشین، باتری. دلکو یکی دیگر از اجزای ماشینه که جزء وسایل برقی ماشین میشه. از اینجا روغن رو به داخل ماشین میریزن و میشه در اصل سرسیلندر بهش میگن. و میدین این هواکشه، این فیلتر هوا و زیر هواکش ژنراتور ماشین هستش. کاربراتوره. آزمایشتون رو خوب پس دادین. میخواستم ببینم که بلدین یا نه. آفرین کاربراتور. 1 نمره مثبت به شما دادم. خب همونطور که دقت میکنین این ماشین مجهز هست به سیستم کولر و این چیزها رو اگر یادداشت میکردین بهتر بود. پس اجازه بدی من یه ورق خودکار بیارم. خواهش میکنم. شما یادداشت نمیکنید؟ نه چرا؟ اینجوری راحت‌ترم از مغزم استفاده کنم خیلی بهتره. آخه دلیل داره ما. استفاده از قلم و کاغذ راهیه برای تنبل کردن مغز. من ترجیح میدم کاری رو که قرار با قلم کاغذ انجام بدم با مغزم انجام بدم. اینجوری مغزم بیشتر ورزیده میشه. متوجه میشی بروز جان؟ این مثال بزنم روشن بشی. مثل ورزش کردن میمونه. هرچی بیشتر ورزش کنی انرژی بیشتری برای مصرف کردن داری. الان مغز من آماده است، ورزیده شده. چون هیچ وقت یادداشت نمیکنه. آماده. خب قلم کاغذ رو بذار کنار و این راه ساده رو از ذهن دور کن. استفاده از قلم و کاغذ راهیه برای تنبل کردن مغز. هر چقدر کمتر از مغز کار بکشی، یعنی کار ساده رو بکنی، قلم کاغذ برداری یادداشت کنی، مغزت تنبل میشه. این رو باید به فکرت برسه که از مغزت استفاده کنی تا همه چی یادت بمونه. یک مثال دارم. مثل چی میمونه برزو؟ اینم شما بگین دیگه. مثل ورزش کردن. مثل ورزش کردن. هر چقدر بیشتر ورزش کنی بدن انرژی بیشتری رو داره که مصرف بکنه. ولی من میذارم که خودتون گفتی یادداشت. من خودم گفتم میخواستم ببینم شما راه حل دیگه به ذهنت نمیرسه که متاسفانه شما صفحه اول مغزتو استفاده کردی و رفتی
قلم و کاغذ آوردی. این اشتباه، واقعا اشتباه. من توقع دارم که شما در اول کار، تو هم همینطور، در اول کار از مغزتون بیشتر استفاده کنید. چشم. شما توجیه شدید؟ تا حد. کجاستین بابا؟ 2 ساعته دارم دنبالش میگردم. سلام بابا. سلام بابا، خسته نباشی. قربت برم. ببینم فلان یه فیلم اینجا بود، تو ندیدیش؟ فیلم؟ آره. چرا؟ ولی تو اون کمادا؟ ما گذاشتی تو اون کماد. بذار من جمع میکنم اونجا. تو دیدی؟ آره همونجا بود، خودتون گذاشتون. اینجاست. خوب شد اومدی پسرم، از صبح دنبالشم من، همه شدم اون کمدی میگردم. خودشه. بیا پسرم، اینم فیلم نیاز. بگیر. فیلم نیاز برای چی؟ موضوع فیلم تو یادت نیست؟ یکی از اون پسرها به خاطر اون یکی خودشو میکشه کنار، اون یکی پسر تو چاپخونه کار میکنه. متوجه شدی؟ چرا یادمه. آره خب دیگه امشب اینو برمیداری میدی به برزو، بهش میگی ببینه. حتما روش تاثیر میذاره این فیلم. بگیر. خب ببینه که چی بشه؟ که اون خودشو بکشه کنار، تو بری سر کار دیگه. راست میگی بابا. قربونت برم بابا. چه فکری کردی بذار پسر بابا خیلی چه فکری کردی بابا. نشینه خونه این هم فکر میکنی دیگه. قربونت برم بابا. از فردا اینو من نشون میدم، خب حتما میذاره میره. از فردا میچسبم به کار، حقوقمو قشنگ جمع میکنم. چی میخواد؟ سر برج بگیرم. و اولین حقوقتو گرفتی منو میبری پارک، بسته میدی یه کلاه برای من میخری. خیلی ببینم تو از سر کار اومدی دستتو نشستی؟ نه داشتم میرفتم بشین. بودو برو دستتو بشون. بودو باشه. گفتم بودو. بودو تا اون لاغدو نخوردی. خیلی خوشش اومد. فولاد، بله استاد. از این چای چی شد بابا؟ الان میارم استاد. استاد بفرم. این همه چایی. برزو بیا چایی. اومدم. خسته نباشی. خسته نباشی. شما خسته نباشی. چش بود ماشینه؟ دلکش نامیزون بود، میزونش کردم، ولی کلا یه تنظیم میخواد. شما کار شماست دیگه، فقط خودت. ردیفش میکنم. آقا برزو خسته نباشی. قربونت برم. خیلی کار داشت نه؟ آره خیلی. این فیلم رو دیشب دیدی دیگه؟ آره خوب بود. خیلی خوب بود، دستت در نکنه. بازم جون فولاد اگه از این فیلم‌ها داری بیار ببینیم. میاری؟ جدی خوشت اومد؟ خیلی خوشم اومد. خیلی توپ بود. وقتی این فیلم رو دیدم اصلا بیشتر به این کار علاقه من شدم. کدوم کار؟ به کار میکانیکی دیگه. خب من ندیدی خودت فیلم رو؟ نقش اول فیلم کاراتکار بود. عجب عجوبه‌ای بود، عجب بزنی بود. دیدی چجوری میزد به روز؟ تو تعمیرگاه هم کار میکرد. این فیلم رو دیدم مثلا تشویق شدم که بیشتر کار کنم. توپ بودا توپ. آره این فیلم ها داری رو کن بابا کلک. بیار ما شهواجینیم ببینیم بیکاری. میاری؟ چشم حالا فردا میارم. دست در. بده یه چای دیگه بیارم. بخورم. این شیلنگاری کی اینجوری ولو کرده؟ یه دقیقه توی این آپارتمان نباشم همه چی به هم میخوره. از اون موقع میخوام پول بدم یکی میده یکی. سلام بابا. سلام بابا. خسته نباشی. ممنون. چیه؟ ناراحتی؟ طوری شده؟ بابا آخه این فیلم بود شما دادی اینو ببینن.
چطور مگه؟ جواب نداد؟ جواب نداد. تازه برعکسم شد، چسبیده به کار. شوخی میکنی پولا داره؟ چه شوخی میکنم؟ میگه از فیلم خیلی خوشم اومد. میگه توی تعمیرگاه بود، یه کاراتکاره بود، آرتیسته، زورش هم خیلی زیاد بود. با فیلم خیلی حال کردم. منم چون تو تعمیرگاه کار میکنم پس میرم کاراته یاد میگیرم، زورم زیاد شه. از کارم خیلی خوشم اومد. تعمیرگاه کار میکرد؟ چه میدونم؟ همچین چیزی ما تو فیلم نداشتیم. کدومشون؟ من که فیلمو ندیدم بابا جون. میگفت همون آرتیسته دیگه، کاراتکاره. به خشکی شانس اصلا یادم نبود. رو فیلم نیاز من فیلم بروسلی رو ضبط کرده بودم. حواس که نیست. بابا رو فیلم نیاز فیلم بروسلی ضبط کردی؟ نداشتم دیگه، فیلم نداشتم. چه کارایی میکنی بابا؟ اینم از شانس ماست دیگه. اصلا خودتو ناراحت نکن، مهمم نیست. باش اینا رو ببر تو اتاق بذار. باش. بابا میگم ما بخوایم بریم دریا بعد یه سطل آبم با خودمون ببریم. اصلا ناامید نشو، کم نیاری ها. من میگم یه فکر کنیم بابا. ولش کن فردا نرم. کم نیار پسر، باشو ناامید نشو. بهروز چی شد؟ آخه سارا من حرفای تو رو قبول دارم، ولی خب تو هم موقعیت کاری منو درک کن. قبول دارم داداشته. من این حرفا حالیم نیست. باید برزو رو ببری سر کار. همینجوری باید ببرم سر کار؟ خب آقا جون من اگر ببرم فولادو بندازم بیرون، برزو ببرم سر کار، تمام این در همسایه قضیه کار این دوتا رو میدونن. اون وقت همسایه ها چی میگن؟ اصلا من نمیفهمم به همسایه ها چه ارتباطی داره. اصلا مردم چه حقی دارن تو زندگی ما دخالت کنن؟ من نمیدونم تو چرا نمیفهمی. همینجوری من داری عصبی میکنی، همینجوری رفتی رو اعصاب من که من قاطی میکنم. یعنی چی من نمیفهمم؟ میفهمم بابا جون سارا، من فولادو بی خودی بذارم کنار، تابلوه. اینو بردارم ببرم سر کار، تابلو میشه. خب منم دوست دارم برادر خانومم ببرم سر کار. خب منم برزو رو دوست دارم، ولی خب نمیشه اونو تابلو بذارم کنار که. بله. خب یه کار دیگه ای بکن. من نمیفهمم. اگه دوست داری خب ببری سر کار. خب منم همینو میگم. دعوا چرا بکنیم؟ خب با آرامش. خب تو به من گوش بده، تو به من اعتماد کن. من خودم حواسم هست، من خودم دوست دارم برزو که فامیلمونه بیاد سر کارم. خیلی خوب باشه، پس ببرش سر کار. باشه تو به من بسپر قضیه رو، من خودم اینقدر اعصاب من خراب نکن. آروم باش زودتر پس انجام بده. یه لیوان آب شربت چیزی بیار. شما داغ کردم بی خود. من اصلا دوست ندارم برز تو خونه دعوا کنم. بس تو جدل من هیچ وقت با سارا بحث ندارم. شما خودت اصلا مشکلی اینقدر بزرگ نیست، حل میشه خود به خود. عجب خواهر پیله‌ای داری تو. جانم چی؟ درک نمیکنه منو دیگه. خب باید زن شوهر شما دیگه باید متقابلا هم دیگه رو درک کنید. نمیشه که اون فقط درک کنه که برادرشه دیگه. یعنی چی؟ برادرشه دفاع میکنه. کی؟ من برادرشم دیگه. سارا خواهر منه. به هر حال او شما جفتتون یه جورین. فولاد چی شدی ناچار؟ آوردم. بابا جان آچار چرخ. این چیه؟ این چرخه دیگه. بده نمیخواد برو بیا. بده حواسم. بده من. بیا. تو از آچار رو نمیشناسی؟ چرا خوب یه لحظه قاطی کرد. باز نشده این بالایی هنوز. بازه. این چه وضع کار کردنه؟ 100 دفعه بهت نگفتم که چای میارین نذارین رو ماشین. اینجا چای گذاشتنه، اینجا چای میذارن. آره؟ یعنی چی؟ چرا خودتو به نفهمی میزنی؟ 20 بار گفتم رو ماشین مردم چای نذارین آقا جون. یعنی چی؟ جواب من نده فولاد جان.
حواستو جمع کن. 30 بار گفتم مغزت کمک بگیر. چای میخوری، چای رو میذاری رو کاپوت ماشین. الان این خط میافتاد کاپوت ماشین، من چیکار میکردم؟ من اونو نذاشتم اونجا که. کی گذاشته چاییا رو؟ سلام. سلام. دیروز چای رو من گذاشتم. بفرم. چای رو تو گذاشته بودی رو کاپوت ماشین؟ بله. چای رو که تو نمی آوردی. یه بار گفتم بیارم دیگه. و برین سر کارتون. بریم ببینم. بچسب به کاره. تو دیگه نشی اینجا، برو اونا رو جمع کن، خطرناکه میری تو بام. به تو چه؟ به من چیه؟ به تو چه؟ اوسا چیه؟ بیا اینجا. چیه؟ اوسا برزو جمع نمیکنه اونا رو. چیه؟ میگه به من چی؟ جمع نمیکنه شیشه خوردار. برزو کار داره چرخ ماشین رو میبنده، من خودم جمع میکنم. مشغول شید. برزو بیا. جانم. وسایل جمع کردی؟ آره دیگه. بریم دیگه. این آچار جاش اینجاست؟ ببخشید. اونجاست؟ خیلی بریم دیگه ها. کلیدای مغازه است. خب اینا رو سریع بذار تو جیب فولاد. بذار چرا؟ بذار تو جیب لباس کارمون. نگاه کن. اصلا شو. خب رفتین نونوایی؟ استاد نونوایی گفت پخت نمیکنه ساعت 5. اه؟ من میخوام برم بگیرم ساعت 5 براتون. نه دیگه بریم. من برم لباسامو بپوشم بریم. کلیدای مغازه کو؟ الان نه؟ پیش من نیست، من نمیدونم. دست منم نرد استاد. آها یادم اومد. صبح که در مغازه رو وا کردم کرکره رو دادم بالا، کلیدا رو دادم گوشی تو لباس کارت. نه استاد من که یادم نمیاد. نه دست من ندی. خودم دادم گوشی تو لباس کارت. چرا حرف بیخود میزنی؟ مطمئنم آقا بهروز به من ندین کلیدا رو. اگه بود چی؟ اگه تو لباسات بود. چرا گیجی؟ استاد گذاشتی تو جیب بالای لباس کارت گذاشتی. میگم من یادمه. به جون آقا بهروز دست اگه من از نیست تو جیبت کلیدا. در آوردم چی؟ اگه در آوردین دیگه هر چی میخوایم بگید. هر چی گفتم دیگه. هر چی گفتی من مطمئنم دست من نیست. هر چی من گفتم. هر چی گفتی استاد. گفت هر چی گفتم. اصلا نه یادم میاد. این چیه؟ این کلیدای مغازه نیست؟ چرا اینا کلید مغازه است دیگه. از کجا آوردین؟ تو جیب. تو جیب اینجا لباس کارت. استاد آخه به من ندی من همین یادمه. گیج بازیات میخوای اینجام کار کنی. گفت هر چی گفتم. این لباس کار من نیست که. من لباس کارم تو اتاقه. هر چی میخوایم بگین حالا. دیدین گفتم. لباس منه. لباس برزه من لباسمو اونجا عوض میکنم. لباس توه؟ بازی تو واقعا تو سولاریس فضانورد بودی؟ چرا؟ برو خونه هوا این بارم داشته باش دیگه. برو دیگه برو 2 تا نوشابه بخر بریم خونه. چشم. اه. ببخشید. خب نیت کردی بابا؟ یه نیت بکن تا من بازش کنم. ها خیلی خوب. عجب چیزی اومد پسر. خیلی خوبه، عالیه. ببین حافظ چی میگه؟ میگه رسید موزه رسید موزه غم ایتام خورده. رسید موزه غم ایام خورد. چنان و چی چنین خواهد ماند نیست.
نیست. فهمیدی بابا؟ متوجه شدی؟ نه نفهمیدم چی شد. پسر چجوری نفهمیدی؟ روزگارت میخواد عوض بشه، میخواد همه چی درست بشه بابا. عجب چیزی گفته. بابا ها. من خیلی میترسم. اصلا نترس پسر. میترسم فردا یه موقع خرابکاری کنم. نه پسر جون اصلا نترس، خیلی خونسرد باش. متوجه چی میگم به؟ نگران اصلا نباش. اصلا فوقش برزو میره سر کار. فدای اون سرت، همه چی درست میشه پسر، شاد باش. خیلی ماهی بابا. پسر بابا ولی یه بار دیگه بخون. فهمیدی فهمیدی چی شد خودتم واقعا؟ آره دیگه پسر، میگه وقتی رسد موجه تو نخواهد مان غم روزگار. یعنی تو وقتی چشم به هم میذاری غما همه چنین و چنان خواهد شد. یعنی دیگه اون روز غم و اینا دیگه رفته. آره. معنیش تو خودشه. حافظ همیشه معنیاشو شعراش همش تو خودشه، یعنی تو باید بفهمیم. ببین میگه حالا یه بار دیگه برات بخونم یا متوجه شدی؟ یه بار دیگه بخون. مسخره میکنی منو؟ نه بابا. بعد چرا میخندی؟ نه ولی فردا خیلی میترسم. بشو برو گم شو. بشو. کارآموزان تلاشگر و عزیز دقت داشته باشید. ما الان میخوایم یکی از کارهای عملی، یعنی آزمون عملیتون رو انجام بدیم. در عمل ببینیم که هر کارآموز چطور میتونه توی این کار موفق بشه. سرعت عمل یکی از شروط کار ماست و گذشته از اون دقت و استفاده از مغز، یعنی همون فکر آدم. خب حاضر هستین؟ آقای فولاد خان حاضر هستین؟ برزو جان حاضری؟ بله. باید چیکار کنیم؟ بله. ابتدا چرخهای اونور ماشین که باز هست رو هر کارآموز به تنهایی میبنده. استاد ببخشید، پیچ چرخ هست، چرخ این ورم هستش. پیچ چرخ، درسته. همین که میگم از فکر استفاده کنید، کاملا از فکرت استفاده کردی و خوبه، ولی هیچ نمره‌ای نداره اینجا چون هنوز شروع نکردی. خب ابتدا فولاد جان با سوت من شروع میکنی به بستن، من زمان رو میگیرم. آماده؟ هر کی سریعتر این کار رو انجام بده توی این قسمت اول میشه. آماده هستید؟ بله. حاضر باشید؟ حاضر؟ بله. بجو، آفرین. بدو پسر، بدون که باید از فکرت استفاده کنی. آچار اونجاست. بله، پیچام همونجاست. پیچا برعکس باز شدن بسته میشه. آفرین. بجو. خیلی خوب. زمان رو داری از دست میدی. فولاد این رو بدون. تموم شد. خب شما 27 ثانیه و 57 صدام ثانیه تونستید این کار رو انجام بدین. برای شروع بد نبود. خب آقای برزو جان شما حاضر هستید؟ بله. باید چیکار کنم؟ باید پیچ های چرخ رو ببندی. پیچه که بسته الان. باید پیچ ها رو باز کنی. آماده هستین؟ بله. برو پسر، برو بپر. آفرین. فولاد راهنماییش کن سریع. برزو جون بجم. برزو تو میتونی. آفرین سریعتر. بابا بجم چیکار میکنی؟ بجم دیگه. بجم. چی شد؟ از این ور بپیچ. زمان نگه داشتم. چی شد؟ حالم خیلی بده. چته؟ بابا حسین این کاره نیستش که. چی شده؟ قلبم. راست میگه تا حالا این کارا نکردی که او بپیچون صفر. اب نداره. بعد بره استراحت. برزو جان بهتری؟ خوبم. خب این رادیاتور. این
هواکش. خوبه. این دلکو. شما اون باتری تو اینجوری میکنی؟ بول میشه. من گفتم این سرسیلند داره دیگه. درست. این سیمه که این زیره سیم گاز. خوبه؟ درست گفتم. بله همه رو درست. من هم درست گفتم. بله ساکت خواهش. خب این روغن رو بو میکنی به من میگی که این روغن سوخته است یا روغن کار نکرده. چشم. سریع. نمیدونم. نمیدونی؟ سوخت است. شما همین کاری که گفتم انجام میدی. بکن. عمیق. چیه روغنش؟ نه که ای بابا برزو بابا من میگم این کار نیست. برو یه لیوان آب بردار بیار. بودو ببینم. برزو آب بیار. آبغن بیار. استراحت کن برزو جان، استراحت کن. چطور آقای سرایدار؟ چیزی نیست. یه جور حساسیت به بوی روغن و بنزین. میشه گفت جزو آلرژیای شخصی. حالا یعنی چی؟ ببین سارا بعضی هستن که به یک چیزای حساسیت دارن. الان برزو به روغن و بنزین، به بوی روغن و بنزین حساسیت داره، ولی بعضی دیگه هستن به چیزای دیگه حساسیت دارن. اتفاقا یکی از دوستای من بود دکتر، به سیرابی حساسیت داشت. هر موقع که سیرابی میخورد تمام صورتش سوراخ میشد. کهیر میزد. کهیره. کهیره؟ از اونو میزد. شما اصلا نگران نباشید، چیز خاصی نیست. فقط نباید توی تعمیرگاه کار کنه. اصلا نمیتونه تو تعمیرگاه کار کنه؟ اصلا خانم، اصلا ممکنه عوارض بعدی داشته باشه. خیلی حیف شد. واقعا حیف شد سارا خانم. آقا برزو خیلی به کارش علاقه‌مند بود. خیلی. آره. آقای مصطفی حالا مسئله نیستش که کار که زیاده. این کار نشد یه کار دیگه. باید خدا رو شکر کرد که مسئله پیش نیومد. آره. بله آقای دکتر درست میفرمایند. این کار نباشه کار دیگه. کار فراوونه. بله. حالا چطوری داداش؟ خوبی؟ آره سارا جان خیلی بهترم. پس جناب آقای پیرپکاچکی با این حساب فولاد در پرده میاد سر کار. آره دیگه، منم که دستنها نمیتونم باشم، اینم حالش خوب نیست. به فولاد بگینم فردا بیاد سر کار. البته فولاد زیادم از این کار خوشش نمیاد، ولی خب چاره ای نیست دیگه. چرا خوشش میاد؟ من میدونم. خب من با اجازه برم بهش خبر بدم. خواهش میکنم. بفرمایید. عمدی نداری شما دکتر عمدی؟ خواهش میکنم. نمیخوای بیرون؟ قربونتون برم. سارا خانم با اجازه. زحمت دادی. چای تو نخوردی آقای؟ نه خیلی ممنون، چای نمیخورم. حالا خودتو ناراحت نکن زیاد. چیزی نیست، حساسیته که درست تو خونه استراحت کنه حالش بهتر میشه. کارشو از دست داد. حالا مهم نیست، سلامتش خیلی مهمتر از کارش. بله. دکتر احتمال داره به سیرابی هم حساس باشه؟ آره؟ نه خیر، به همون بوی بنزین و روغن فقط حساسه. نه بس. فولاد که نفهمید. نه نفهمید. سارا خانم چطور؟ نه هیچکی نفهمید دکتر، خیلی خوب گفتی. آقا برزو کار خیلی بزرگی کردی. خواهش میکنم.
جوونه باید کمکش کرد، ولی آقای دکتر عجب بهانه جور کرد. خیلی تو. آلرژی به بنزین و روغن. آفرین. خیلی خوب. آفرین. خیلی خب خوب. باید یه چیزی میگفتم که دیگه نشه کاریش کرد دیگه. آره خیلی خوب. خیلی خوب بود. ولی برو زود دست در نکن. خواهش می‌کنم. جدی دکتر حرف درستی میزنه. کارت خیلی درسته. خیلی. شما هم کمک کردین؟ چاکرت. آقا خیلی ممنون. فقط خواهشاً نفهمه فولاد. باشه؟ چرا به من دست دادی تو؟ بریم. لباساتو عوض کن بریم. چیزی داره بده؟ دست من نیست. صبح در مغازه رو باز کردم کلیدا رو دادم گوشی جیبت. ببخشید. حواسم نبود. تو لکی آقا فولاد. به خاطر برزو است. میدونی برزو چرا نیومد سر کار؟ مگه شما نمیدونی؟ چرا؟ برزو خیلی آقاست. حاضر شو بریم. برزو خیلی مرده. خیلی مرده.